و اولاد خود را از ترس فقر مکشید، ما آنها و شما را روزی می دهیم. بیگمان کشتن ایشان گناهی بزرگ است. و به زنا نزدیک مشوید، بیگمان عمل زشت است و راهی بدی است. و کسی را که خداوند قتل او را حرام ساخته جز به حق مکشید. و کسی که به ستم کشته شود، پس بیگمان وارث او را صلاحیت قصاص دادیم، پس نباید در کشتن زیاده روی کند، بیگمان او شرعاً یاری داده شده است. به مال یتیم جز به طریقی که نیکوست نزدیک مشوید تا به نهایت قوت یعنی سن رشد خود برسد و به عهد خود وفا کنید، بیگمان هر کس در مورد عهد خویش سوال می شود. و چون پیمانه می کنید حق پیمانه را ادا کنید و با ترازوی درست وزن کنید، این کار بهتر است و عاقبت آن نیکوتر. و در پی چیزی که به آن علم نداری مرو، بیگمان گوش، چشم و دل هر یکی از اینها مورد سؤال قرار داده می شود. و بر زمین خرامان یعنی با تکبر راه مرو، بیگمان تو نمی توانی زمین را بشگافی و نه هم در درازی به کوها می رسی. از همه اینها بدی آن نزد پروردگار تو ناپسندیده است. این راهنمودها از حکمت‌هایی است که پروردگارت برایت وحی کرده است و با خدا معبودی دیگر را قرار مده تا ملامت شده و رانده شده به دوزخ افکنده نشوی.